دلیر آملی ما. امیدواریم که بتونه مدال برنز رو به دست بیاره علی ارسلان در مقابل کشتیگیر ارمنستان. با داور رقابت آغاز میشه. وزن 72 کیلوگرم، جدالی برای کسب مدال برنز. و حالا ببینیم براندازهای بی‌نقص خودش رو اجرا خواهد کرد یا نه. از خاکش بلند شد کشتیگیر ارمنستان و میره که رو جریمه کنه، نباید بذاره بلند بشه. زرنگی کرد، نشست یک لحظه موی آسیابادی کمرگیری میکنه. جانم پسر به پل زد، ولی اون لحظه کشتیگیر ارمنستان مجری فهم بود. 4 امتیاز کمرگیری که علی نباید ریسک کنه برای کمرگیری. 4 امتیازی بدن کار تمام. چه شد؟ 8-5 خدا رو شکر اختلاف زیاد نشد و زیرک این کشتیگیر ارمنستان رفت برای بارانداز علی ارسلان بهتر از تشک بیاد بیرون با زیرکی. 10-5 علی برگرد به این رقابت. این کشتیگیر ارمنستان هم باشه داره پا از تشک خارج میشه، میتونن اختیار امتیاز هم بدن. حالا یکم رویه میگیره، درست هم هست، یک امتیاز اختیار هم درسته و به درستی حالا رویه علی ارسلان هم بیشتر میشه. 10-6 حالا این امتیاز هم ثبت میشه، شد 10-7. اختلاف به 3 رسید، به نظر میشه برگشت. رقابت جذاب و مهیج. دوست داریم که حاصل این رقابت برد باشه برای دلاور آملی کشورمون. 10-7 تا به این لحظه 2 دقیقه و 10 ثانیه. باز هم تحت فشار میره که از همونجا به پل بزنه. جانم پسر، جانم علی ارسلان. 11-10 حالا جلو میفته. چه بازگشت قشنگ داشتی پسر. باریکلا، بلند میشه، روحیه میگیره و حالا دیگه کار قشنگتر و بهتر برای علی ارسلان پیش خواهد رفت. رقص پا میکنه. چقدر زیبا و قشنگ. 11-10 حالا جلو میفته. چه قشنگی شده تا به این لحظه. 21 امتیاز رد و بدل شده و دراز شده. نگاه به عضله‌های سرشانه علی ارسلان کنید. کشتیگیر ارمنستان هم باز هم رفت اون بالا. یک لحظه پیچ کمر باید مراقب باشه، میره برای کمرگیری. دوباره واسه امتیازی داد، یک امتیاز به کشتیگیر ارمنستان دادن، باید مراقب باشه باز فیتون نخوره. 12-11 2 امتیاز دادن. حالا نتیجه کشتی به نفع کشتیگیر ارمنستان. باز هم باید پا را تشک خارج کنه. همین راه درستیه، همین راه درستیه. امتیاز اختیار داشت، باز هم نشست. 12-12 به مرز 20 ثانیه داریم نزدیک میشیم. دل تو دلمون نیست برای اینکه ارسلان بتونه کشتیگیر شکست بده. نباید پشت تشک خارج بشه. حالا با یه قوس جانانه نشست برای کمرگیری، بیاره بالا بتابونه به پل زد. کی مجری بود؟ 4 امتیاز برای کشتیگیر 2 بنده آبی توسط داور وسط و جانم آملی ریکا، جانم علی ارسلان. مجری فن علی ارسلان بود و فقط ریسک کرد و نشون داد. کشتیگیر ارمنستان 16-12. ببینیم چه امتیازی خواهند داد. ثانیه آخر با هم ببینیم. نشست برای کمرگیری در ادامه. اینجا البته یه لحظه نشون داد ولی علی همچین پر بیرا هم شاید 2-2 خیلی بهتر باشه. چه ثانیه هم این فن رو اجرا کرد کشتیگیر ارمنستان. یه بار دیگه با هم ببینیم. اینجا شروع کننده و مجری کشتیگیر ارمنستان بود. به نفع علی ارسلان خدا رو شکر 4-2 دادن تو اون صحنه و باز هم برنده علی ارسلان هست و میتونه این رقابت رو برنده باشه. باید نگه داشت، نباید به چسب به این کشتیگیر خطرناک و زهردار ارمنستان. ثانیه‌های پایانی این رقابت حساس و نفس گیر. علی روی پای خودت بیس، اجازه نده. سنجاب پرنده سقوط آزاد، بزن به تشک پسر، نه ریسک هم نکنه. چه دستوری داره کشتیگیر ارمنستان و روی هوا معلق نگه میداره تا کار به اتمام برسه و موفق میشه مدال ارزشمند برنز رو به دست بیاره علی ارسلان. ریشه دار، سلسله دار، رفیق جان و شب تار علی ارسلان. تبریک عرض میکنیم به همه آملی ها، به همه